این همینجا همه خیلی جناب یولی در سفر اوکراین در انبیو روان خال کردن که فیض‌آباد بسیار با بلند بودن که امروز با ویتلیوت میزگری بالای فیض‌آباد همه سبز خرمای بغزورای اروی بلند داره خیلی خانه‌های همین مردم حتی از زیبایی سبزی را نمی‌توانند در این بغزور نامش فیض‌آباد فیض‌آباد فیض خدا در همینجا ریخت است. اوه سلامت باشه که انا برای همین شما یکی همون چی بگیم ما هم که مهمونی دعوت که هم با پاتریوت اینا خواسته ختان که بیا بریم باغات ببینیم. بله که همین گفتهای جناب یالی ندیدیم. ما راست دیگه نمیدونستیم که شما قدر باغ و تاکزاره و رای کردید. ما با یک خاطر مهمون شدیم با خاندان شما که بانوی اویلا سرور خاندان مخلص اشدی ما هستند و ما رو بارها تکلیف دعوت میکردن و با پافشاری بانوی خاندان شما و شما ما تغافلا آمدیم و بیننده های ما بداند که ما همراه برادر گرام خواننده خود اینا بار دیوم است ما میخوریم. یک بار با چند دقیقه سر دستکی ما خورده بودیم. شما بسیار بند بودیم. بله شما دعوت کردید و این دفعه ما نگفتن توانستیم آمدیم و دیدیم که مثلا یک خواننده ما یک پاتریوت یک گوشه وطن یک گوشه فیض‌آباد را و مثل جنت قرار داده آباد کرده است. همین فیض‌آباد وطن سب میگویند. ما میبینیم که شما در اینجا ناک هم دارید، انگور هم در اونجا دیدیم بد نمیشود. اصولا کدام نمودی میوه‌جات در فیض‌آباد خوبتر عمل میکند و بیشتر فایده میارد؟ اساسا نکه مودا همین خیلی شما قال کرده مثلا سبزون میذار مودا همین مکانی سیب است. سیب بسیار موافقه در این اقلیم فیض‌آباد همین گرمیشون و فوسی همین دوره همین یک تیرامود همی فضا بعد با جای خوب دوره میسد بخورو دا مثلا میتونیم با بازور بریم شد هستی بخورده شما ذخیره کرده بخورده همون روزگاه بیره یک کسی همین تقسیم میکنیم همون بود ای صبح همون اویلوی کمبیزات باید داریم همون دمو مبلغ کتی باید میکنیم مبلغ گذاری میکنیم یعنی که رایگان پیشنهاد میکنه مبلغ گذاری میکنه برای خیریه. برای خیریه بهتره. چند نمود سیب است در اینجا؟ یک 6-7 نمود سیب یک 5 نمود نوک است. اینه سیب زنده است. اینجا داریم زمین ناو شروع کردیم دیگه. ولی به صد میول آوردیم اینجا داریم کلون داشت. اینجا بوق نام میکنیم ای شاری ناو سیبای گلدین آوردیم درخت. علاقه دفنه ورگی سوگی است. همین تیرامو دا وقتی که این کرختی درخت میشه تو این درخت میشونیم. چه مشکلی دارد باغکاری در فیض‌آباد؟ مشکلای ویژه‌ای که مثلا خبر میرسوند. یه برای که آدم که مهنت کنه مشکلی نیست. به مشکلی هم نمیشه. ها که مشکلی همین باغ خیلی ولی نبوده برای گل گاب دادیم. یه موضوع که اگر ایپاد کار نکنی خیلی وسیله نمیتونی که میبند بیدا گیزو در کار آب در کار و گیزو در کار گیشه کجای لواگی میتونی. چند نفر در اینجا کار میکنه؟ یک همین اهل اویله ما آدم بگم اویلویت شما خیلی مردی کار دهقان نمیگیره. خودتون دهقانی میکنه. خمون همینجا باید بیا مکتبی مهنتی بریم اوده اینجا. بله. با 4 روز یک شنبه میان لگرهای مهنتی در دوران شوروی بودن. انا که اینجا بیاد اینجا انا که همینجا ولی بسیار جوی قله کرده پسیه گرمیه همینجا باغ میشه شما دیدی او بالا نکندم آب میاد جا یک شلنگ آب داره این بربر همین تا باغ میاد این آب چشمه است. چشمه هم بس آب میاد همینجا دولی چالو زنده و سلامت اکر با ای میوه میچشه ان شاء الله. واقعا هم من امروز از وقتی که می اومدیم خانه شما تغافلا شما مهمونی دعوت کردید و اما ما در راه شنیدیم که امسال اویله شما اویله نمونوی اعلان شده است در ناحیه فیض‌آباد. شما را ما مبارکباد میگیم. همین کلام شد. چه شد؟ خیلی همین یه روز بیخبر یک گروه کاری اومدن یک
حدود 12 نفر اومدن همین تیم همون مهمونی اومدن که مثلا مهمونی نه هم خیلی سپورش حکومتی در سطح نویه ما اوله بهترین ما اعلام میکنیم خیلی چخیل شما هم مهمون های خورشن لا اومدین یک شتیم صحبت کردیم ما تماما خورشن اومدیم چون که زیاد شما پافشارو میکردید که یک روز خانه ما بیایید و ما همین روزا تغافلان انتخاب کردیم چون که شما سخت پافشاری کردید شما وقتی که پرای روز ما رو دعوت میکردید خودتون هم نمیدونستید که شما اوله بهترین میشه هیچ کس نه درباره اوله خودتون چند نفر فرزند داره چند نفر نبیره داره شکر خداوند 8 تا فرزند دارم 6 پسر 2 تا دختر خب همون اویلمون فرزند همش معلومات اولیدار خیلی شکر در این دولت با ابرو کار کردیم خدمت کردیم سهم گذاشتیم امروز حالی شکر در نفقه دولتی برآمدیم نفقه خوب هم میگیریم خدا شکر زندگیمون خوبه خیلی باغ درآمد نوکر رو دیدی؟ نوکر نمی خیلی دیدی خیلی نوکر دیدی این نوک است نه؟ این نوکر این نشپوتی این نشپوتی اون نشپوتی هست خلاصه همین دو مادم دیدم برآمدن و یه خبر بود دینا دعوت کردن که همین شما رو دعوت کردن برای در سطح نویه یکم رو گرفتین رحمت باره خیلی هم دیدم بسیار اویله خوب اویله کتابخوان اویله فرهنگی و مخصوصا هر نفر شما که خدمتچی دولتی بودید البته فرزندان رو مادر به اویه میرسونه و تا جایی که ما میدونیم اویله محترمه شما تمامی شماره های گازت اسه رو از شماره اول تا آخر میخونم شده است که دسترس نشده باشد گازت اسه سر یک مرتبه نشید پسرو رو گرانات دوشنبه روی کرد یک شماره است ما یک جایی بودیم اومدیم همین دوگده دوگده رفتیم دور هر کسا گفت که چی گپی بودم برای شماره گرفتم برای چی گفتم شماره بعد گفت هیچ گپی از یافتم در کو اومدیم پسرچه رو با ایشار زنگ زدیم گفتیم چیکو کدا یک سر بکی مادرتون بینی میشه همین یه چیزی که محترم سوجم میزم همین بسیار ما بسیار وطن دوستیم دوست میدونیم وطن بسیار همین آبادی پیشروی در همین تاجیکستان رو میبینیم شکرانه میکنیم خیلی ما خانه خدا رفتیم امریکا رفتیم دولت روسیه رفتیم دیدیم آبادی دمون اکد در دیگه جو ندیدیم پیشروی ندیدیم خب با آزادی دخمونه کار که مهنت که بساز در روی همه جا برای مردم که شده اینا فرض کردیم بعضا آدم ها همین بی‌سوادی میکنن این مسجد تمیز شد جناب ولی که شد برای مردم تاجیکستان در اوج مرکزی نیست مسلمانی در آزادی همین خمی شود در مسلمان این باز دور نمیره مثلا بگیریم این اویله شما رو فرزندو در دولت کار میکنه شما هم کار میکنید بعد کار سفر خونه کعبه الله کردید خونه خدا رو دیدید پسر دیگرتون تا جای ما میدونید در امریکا تحصیل و کار فعالیت میکنه یگان راه بسته نیست میخواهد پیش پسر میرود پسر هم میخواهد میرود این خیلی دولت با خدا همین نیست ندیدیم این قدر آبادی این قدر پیشروی همین اکه همین ما دیدیم شما دیدیم همین آبادی در ظرف نمید خیلی این اکد ما استقلالیت 32 سال باشد 10 سال همین نوتین بود ما حتی بیشتر ممکن در همین 10 سال خیلی شده کرد بله باور کنید خیلی سرعت جریان پیشروی در مایه در هیچ جا ندیدم خدای تعالی با ای زودتر شوه بود خدای تعالی همین جناب یالی را همین خیلی ایرا خداوند ایدیلی نشده باور میکنی همین خدا ایدیلی نشده که همین در هر جای رفت غالب غلبه کرد آمد این همین آبادی سراغان بین پیشروی را بین روز دیگه در همین دوره که همین خیلی وزبینی دولت ما ای را ساختن همین دولت ها اول قدر کار کردن میکنن بله این خیلی پیشروی آبادی خیلی شما که ایمو 100 بار خوبتر میدونید ما همین دوستور همین گازت اسسر ما سلامت باشید میخونیم حلاوت میبریم همین گازت اسسر بیشتر چی با شما پسند است چی پسند نیست اسسر یکم که ما همین اسسر را دوست می‌داشتیم بله ما همین دوره کادرای شوروی بله هممون کادر بعد وقتی که همین گازت شما پیدا شد بسیار
حواس داشته که ما هم خطی بخونیم یا چکنیم. خمارشکه هم بود نستالگیه. منه که بیشتر ما ایروی شما با گازیت استر دوست داشتیم برای که شما همین گازیت استر حقیقت هم میگن. حقیقت جویی. همین حتی شما باور کنید رئیسا را وزیرا را بعضی کارا رو میفهمونی همو درست قبول میکنن. ما تنقید سازنده داری ها. و واقعا هم اگر شما اهمیت داده باشد اون نفرانی که میگن که آزادی سخن است در تاجیکستان 100 مرتبه خطا میکنن. گازیت ما رو خونم. گازیت استر در هر شمارهش من دایم میگم که تا 40-50 مطلب تنقیدی داره. مطلب پیشنهادی داره. مطلب های وقتی که همون رئیسا و همون وزیرانی که تنقید میشوند و کار اصلاح میشود ما اونها رو تعریف و توصیف هم میکنیم که مثلا کارهای خوب میکنند. آن همین رو ما همین ورق یکم توکیش میخونیم با در بین فرزندان محاکمه میکنیم بخش مادر فرزندو بعضی همین مسائل بحث طلب میشود خیلی جمعیه خیلی. بله میگه ولی بیستین میگیم چی ولی گازیت استر همو دوداری سیف میرزوف حقش میگن. سلامت. میخونه میگن حقیقتش میای. سلامت. برای که شما هیچ نگاه نکرده حقیقت میگین ما خیلی باورم که همین گازیت شما رو جناب یولا میخونه. انشالله. همو ایمی همو باور دارم. ایمی همین یک چی میگیره و بود یک من فکر میکنم که جناب اولوی با اون وسعت اندیشه‌ای که دارد نه تنها گازیت SSSR بلکه تمامی مطبوعاتی که در تاجیکستان نشر میشوند حتما میخوند، حتما خلاصه براری میکند و حتما با رسانه‌های رسمی و غیر رسمی شخصی و دولتی که هست سر و کار میگیرد و خلاصه برارد و در 100 سالگی مطبوعات در نزد حاضرین برآمد کرده جناب عالی یک بسیار سخن عاقلانه گفتند که این برای مطبوعات تاجیک برای عصرها کفایه است. گفتند که ژورنالیستیکا مطبوعات دولتی و غیر دولتی بودن نمیتواند. همه شما یک کار رو میکنه و شما چشم و گوش من هستید که من توسط مثلا رسانه های هم رسمی و هم رسانه های شخصی از حقیقت حال واقف میگردم و شما بیشتر تنقید کنید چون که یگان حکومت به تنقید نیست. همه رو تنقید کنید. وزیران رو، رئیسان رو، حتی من رو هم تنقید کنید اما با ملت و دولت و وطن خیانت نکنید. ما انا همین زیر همین شعار کار میکنیم و واقعا ما تنقیدای سازنده میکنیم. هر نفری که تنقید سوزنده میکند او از ما نیست و با ما نیست. زمینوی همون اکواز خیلی که همه زمینو تقسیم شده گیده. بله. ما هم زمینو رو گرفتیم همچون چراگو با همجا چشمه هسته این زمینو ارچه خوب میگن با ساگلی اخیش همه رو ما برای چی گرفتیم؟ در همین بلندی هست. این بلندی با پس این بلندی داریم. همه رو ما محترم سبب میزردم برای چی گرفتیم؟ برای که این مردم ما همه دسترس نیستن. بله. همین زندگی مردم ما همین چرودوریه که خیلی بخپروری. بله. برای همین ما گرفتیم که همین زمینه رو گرفتیم همین رایگان همین مردم رو میتیم برای چراگاه. این چراگاهی توبیستان رو میبرن تا تیرامو ابونی میکنن انداز همه شما خدمت میست. برای مردم دیه. برای مردم دیه. رایگان میتیم. یک خیر است. البته. میتیم بچرونین بیورین. چند گکتر از چراگاه در او پشت 100 گکترای ایجاده برای مولای مایده یک 30-40 گکتر ایده. و همش رایگان با مردم. همش رایگان. انداز خونی برای که ما فکر کردیم که یک روز میشه که همین مردمی کیسون که زندگیش به همین چرودوری است. بله. اگر چراگاه نباشه هیچ چیزی. توفتیم خبر میشه که زمین بسیار میگیرن به زمین میمونن. ما همین گفتیم همین رایگان از بار خدا برای مردم دیه برای که همین یک چیزی هم بخورن بایگری همین ملت های بایگری همین زندگی مردم خوب میشود. خیلی ثوابش ما دمیده است. بله ثواب میاد دیگه. همون ایدئاتای جناب ولی میکنه که همون صدقه همین صدقه کردیم. صدقه چی نیست که یک 5 روز حافظی کنی تو بیتی همین صدقه یک کاری خیلی ثواب جاری همینه که بیچاره دستگیری پیوسته یک کس از شما نفع بردارد نفع گیرد و
من باور کامل دارم که تمامی بیننده ها و خواننده های ما مثل شما پاتریوتند، وطن سازند، وطن پرورده اند. وطن را در کل بنیاد کرده نمی شود. وطن را هر نفر در علاهیدگی مثل برادر ما لایقوف آباد می کند و شما هم تلاش کنید تا یک گوشه وطن را آباد کنید. در آن وقت ما صاحب یک وطن پیشرفته می گردیم. ما با شما می توانیم.